به نام خداوند بخشنده و مهربان، همدیاران عزیز، اینک عید سعید فطر فرا رسید و با استفاده از این فرصت یکی شما را تبریک میگویم و از خداوند منان برایتان تنصیحاتی و قبول عبادت ها را تمنا دارم. امیدوارم که همه شما هموطنان چه در داخل کشور چه در خارج این ماه شریف را در یک حالت آرامش، آسودگی، با تنصیحاتی کامل و با آرامش قلب و روح سپری کرده باشید و شرایط داشته باشید که عبادت‌های خود را، روزه خود را تا با آخر در حالت آسودگی سپری کرده باشید. البته وقتی که دنیا پر از ماجرا است، دنیا پر از مشکلات است، جنگ و جدال است، امکان ندارد که ما مسلمان هم جدا از بشریت و جدا از مشکلات انسان ها در یک شرایط بهتر باشیم. نوابسته از آن که امسال حادثه های بسیار هم خونبار در ماه شریف رمضان در وطن ما، در منطقه ما کمتر بود، با وجود این متاسفانه در سراسر دنیا از خاور میانه شروع کرده، از فلسطین تا به اوکراین تا افغانستان همسایه و بسیاری از کشورهای دیگر بشریت، انسان ها بخصوص مسلمان ها در یک شرایط بسیار دشوار قرار داشتن و امیدواریم که این عبادت هایی که آنها، دعاهایی که در این ماه شریف در این شرایط مظلومانه کردن نزد پروردگار قبول شده باشد. البته ما وقتی میگیم که ما تاجیکان در یک شرایط نسبتاً آرامتر ماه شریف را سپری کردیم، به معنی آن نیست که بدون مشکلی بود این ماه برای مردم مسلمان و متدین تاجیک، چه از مشکلات داخل و چه از مشکلات خارج. بخصوص خبرهایی که به ما رسید در این ماه که بسیاری از زندانی های سیاسی در داخل کشور و در خارج گرفتار مشکلات هستند، از آن جمله مشکلات تنصیحاتی داشتند و خبرهای رسید که آنها گرفتار بیماری های گوناگون هستند. از چند نفر از اعضای ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و دیگر زندانی های سیاسی دسترسی به داروواری، به غذا و کمک اولیه طبی مناسب ندارند و این علاوه به این همه مشکلاتی که در کشور برای همه مردم هست، باید گفت که مشکلات زندانی های ما در وطن و در خارج اصلا یکی میتوان گفت که از مشکلات خیلی هم طاقت ناپذیر برای بشریت در عصر 21 می باشد. وقتی که من مشکلات زندانی های تاجیک را در داخل و خارج میگم، به معنی آن است که حتی زندانی های ما در خارج کشور هم در این روزهای آخر در یک حالت ناگوار و دشوار قرار دارند. بخصوص خبرها می رسد که بسیاری از زندانی های تاجیک در روسیه بدون خواهش و رغبت خودشان مجبور به جنگ اوکراین فرستاده می شوند و دهها خانواده تاجیک در این ماه شریف تابوت‌های فرزندان خود را از اوکراین گرفتند و جاش هست که با یکایک اون خانواده هایی که فرزندان خود را در این جنگ از دست دادن و تابوتان فرزندان خود را گرفتن تسلیت بیان کنیم و از خداوند برای گذشتگان جنت الفردوس و برای بازماندگان صبر جمیل را خواهانیم. دوستان گرامی، علاوه بر همه مشکلاتی که دامنگیر ما هست، چه از مشکلات اقتصادی، نرخ و نوا، مشکلات سیاسی، متاسفانه مقامات کشورهای دیکتاتوری حتی در ماهای عبادت هم، در ماهای که باید در آن حدی اقل دسترسی بیشتر به مشکلات مردم شود، مشکلات مردم را کمتر شود، باز هم مشکلات بیشتر به بالای مردم با وجود میارند. خبرها رسید در این روزهای اخیر از داخل کشور که مقامات حتی به مسائل خرد و ریزه دینی و فردی مردم مثل معین کردن صدقه فطر و دادن صدقه فطر هم دخالت کردند و قرارها قبول کردند که باید صدقه فطر به مقامات دولتی داده شود، نه به اون افراد سزاوار یا به اصطلاح مستحقی که شریعت معین کرده است.
ببینید هموطنان عزیز، در کشورها نوابسته از اون که کشورها دنیوی هستند یا کشورهایی که از روی معیارهای دینی مدیریت میشن، اگر در اونجا منطق هست، در اونجا قانون هست، در اونجا حقوق مردم رعایت می شود، حکومت مسئولیت‌های خودش رو انجام می‌دهد و مسئولیت‌های مردم را، اون عمل‌هایی که ربط دارد به حیات شخصی و دینی مردم، اونها رو واگذار می‌کند به خود مردم. و بخصوص وقتی که دولت دنیوی هست، طبق قانون‌ها و طبق فهمیش خود پرینسیپ‌های دنیوی، حکومت حق ندارد با امور داخلی دینی و با امور شخصی مردم دخالت کند. و اگر ما واقعا هم پایبند به جدا بودن یا دخالت نکردن دین و دولت با امور یکدیگر هستیم که در این پرینسیپ در دولت دنیوی باید رعایت شود، در تمام قانون‌های دنیوی این ثبت شده است، چی در تاجیکستان باشد چی در غیر آن، باید این پرینسیپ در تمام امور رعایت شود. امکان ندارد که شما خود را همچون دولت دنیوی و دموکراتی اعلان کنید و بعد خود مقامات دولتی بیایند دخالت کنند که صدقه فطر را مردم چگونه بدهند، به کی بدهند و چقدر. این باز در صورتی که خود شریعت معین کرده است که صدقه فطر چقدر باید باشد و مستحقان صدقه فطر کیا هستند. حتی امام مسجد، حتی اداره های دینی حق ندارند دخالت کنند، زیرا این را شریعت معین کرده است. اما متاسفانه در کشورهای دیکتاتوری مثل تاجیکستان که در اون نه قانونهای دولتی دنیوی رعایت می شود، نه قانونهای شریعتی رعایت می شود، نه ارزشهای دینی مردم اعتبار دارد، حکومتداران در هر کجای در هر وقتی که لازم دانستند میآیند قانونها را و شریعت را به طور خود، به منفعت خود شرح و تفسیر میکنند، دخالت میکنند و بین امور دنیوی و دینی یک آمیختگی را به وجود میارند و با این معنا که حکومت حق دارد در همه حالت، در همه جا و در همه مسئله دخالت کند، در صورتی که چنین نیست. حتی حکومت ها هم اینها هم طبق قانون محدود هستند، باید که طبق قانون رفتار کنند و حق ندارند از مرز معین کرده قانون بیرون شوند، بخصوص در مسئله های دینی که طبق کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان انسان ها در انجام عبادت های خودشان آزاد هستند. چگونه نماز بخوانند، چگونه زکات بدهند، چگونه روزه بگیرند، چگونه صدقه فطر بدهند و هیچ مقام دولتی، چه پرزیدنت است، چه وزیر است، چه رئیس جماعت است، حق ندارد دخالت کنند به این گونه مسائل. اگر دخالت کرد هم معیارهای قانونگذاری دنیوی را ویران کرده است و هم معیارهای شرعی را. اما متاسفانه در کشورهای دیکتاتوری یک آمیختگی بین قانونها، بین شریعت به وجود می آید و حاکمان دیکتاتور به هر شکل، به هر دلیلی که می خواهند به امور شخصی مردم، به امور دینی مردم دخالت میکنند. و من امید دارم که این آخرین حالت، آخرین دخالت مقامات دولتی به امور شخصی و به امور دینی مردم باشد و حکومت باید دنبال انجام مسئولیت‌های خودش باشد که پیش از همه این تأمین جای کار، تأمین معاش، تأمین یک زندگی آسوده و سربلندانه برای شهروندان است که آنها دنبال جای کار در خارج نباشند، به خارج هجرت نکنند، مردم مجبور نشود در نتیجه فشارهای اقتصادی و سیاسی به خارج هجرت کنند و مسئولیت دینی مردم را واگذار کند به خود تشکیلات دینی و به خود مردم دیندار. متاسفانه در تاجیکستان ما همه چیز نه تنها آمیخته شده است، بلکه حکومت مسئولیت‌های اساسی خود را به دوش مردم پرتافته است. مردم، اهالی باید برای خودش پول پیدا کند، جای کار پیدا کند، باید زندگی خود را تأمین کند، مکتب بسازد، کتابخانه و بیمارستان بسازد و اون کاری که مسئولیت خود مردم هست حکومت به دوش خود گرفته است، دخالت میکند به زندگی مردم، به معرکه مردم، به جنازه و خدایی مردم، به صدقه فطر مردم و حتی به روز تولد و مسائل دیگر. و تا اون روزی که این مسائل حل خود را پیدا نکرده است، حکومت دنبال انجام مسئولیت‌های خودش نیست و
آزادی و حقوق مردم را به خودش واگذار نمیکند، تاجیکستان متاسفانه همین گونه یک دولت قشاق، کمبیزاعت و در روی خط آخرین کشورهای فساد زده و دیکتاتوری و کمبیزاعت قرار خواهد گرفت و امیدوارم که حکومتداران از این به بعد دخالت به امور مردم هم نکنند و بخصوص علمای دین، مسئولان اداره های دینی، همون طوری که مردم را نصیحت میکنند و این یکی از مسئولیت های آنها است، حکومتداران را هم، مقامات دولتی را هم نصیحت کنند و هشدار بدهند، آگاه کنند که آنها پای خود را از مرز قانون و از مرز معیارهای یک دولت دنیوی بیرون نگذارند و این جرأت را داشته باشند که نه اینکه حق خود را طلب کنند، این حق علمای دینی و کارمندان مسجد امام نیست، بلکه حق دیندارها و روزه‌داران را حمایت کنند. دادن صدقه فطر به کی دادن این حق حلال یک انسان روزه‌دار است، جزئی از عبادت‌هاش است. نباید در اینجا مقامات دولتی دخالت کنند، اداره های دینی هم حتی دخالت کنند. اینها باید به مردم بفهمانند که حقوق دینیشون چی است، مسئولیت دینیشون چی است و حکومتداران را هم نصیحت کنند. اگر نفهمیدن هشدار بدن، آگاه کنند که پایشان را از مرز قانون و از مرز معیارهای دینی بیرون نگذارند. بار دیگر همدیگران عزیز، یک و یک شما را به فرارسی عید سعید فطر تبریک میگویم و از خداوند برایتان تنصیحاتی، برای کشورمان آرامش و ثبات و پیشرفت، برای زندانی های سیاسی آزادی و برای مهاجرین عزیزمان بازگشت سربلندانه به وطن را تمنا دارم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.